بسیار میکرد بعد بسیارتر در قبرستان میشست مثل مالکی میبینارم میگه دویم در اونجا میشیش بعد مردم که مسخرش کردن بده مرکه تن حضرت همین قدمی زنده موندگی هم موضوع باید چی فایده تاس خطا میکنیم تاس از پیش شما خیزون گفته سازه غیبت سر میکنیم از پیش شما میفتیم که غیبت نمیکنیم نمیشته ما در بس یکی همون احمد میگه بچه من هارون رشید میگه بسیار گریه میکنه بزرگا قدیم بسیار میشته است بعد در یک محفل میگه همون نزدیکای میگه هارون رشید میگه بعد گفتن که همین احمد بسیار همین آبروی پدرش رو پس کرد این تمام مثلا یک کاری دارد یک حرکتایی دارد آخی در زیر پدرش این کارو نمیشود میگن تایی ملامت میکنه احمد گوش میکنه بعد میگه در یک محفل میگه همین که شتگی بودن میگه که درخت میگه پرنده شتگی بوده است بعد میگه پرنده همین بچهش احمد گفت که در بالای دستم بوشی گفت میگه پرنده در بالای دست شیشت گفت را در جا بوشی گفت رفت در جا شیشت ای جوش خیز گفت پدر گفت خیستتای فرزندیت گفت را شرمنده کردی نیست حرکتای من گفت آبرویت را رزوندگی نیست ما را رسوا کردگی گفت محبتی دنیای تای میگه همین سخن گفت بچهش احمد میگه ای خانه بیرونشی بیرونش دیدن که مادرش میگه گفت بچه‌م کجا میره افتاس من دیگه که در اینجا مثلا دیگه ایستادن ندارم همون شغل دیگر نیست میگه همراهش یک قرآن گرفت ای خانه و برآمدن که مادرش میگه یک انگشتری قیمت هم نداره همینم بچه کم بگی خطی یک اونجا در کار میگه از عراق برآمد میگه طرف بصره آمد بصره آمد میگه در بصره میگه ابو عالی بصری میگه یک روز میگه بچه کم تشتگی قرآن خوندیسه در مردی کار بزرگ بعد میگه کار کردم میتونی میگم چی کار کردم میتونی چی کار داری میگم من دیوار کردم در کار میگم میتونم میگه یگان امرت بگیره میگه امرت حجت نیست من خیلی میکنم میگه اومد در خانه و میگه من نمیدونم این کیه این چیه مقصد میگه او مردمش مقصد این بچه پوچه این مقصد این مردک قدر میگه ماندمش در همون جا همه محصولات تیار کنم میگه میگه کاری 10 آدم کده میگه بسیار معقول اومد میگه که پیش اومده یک شرط موند شرط همی که 5 وقت نماز اومده تمام مانع نشه من نمازمو با وقتش بخونم و حقم 1.5 درهم زیاد مرا چیزی نتی همین قیقی من فقط شنبه و شنبه کار میکنم تو شنبه دیگه برسونم بسه میگه شنبه دیگه آمم بسه دیدم بسیار کارش شد بعد میگه دیدم این کارا ما گفتم این یک آدم چیلی کارا بود میکنه میگه بعد همون روز شنبه دیگری آمم که میگه همون جوشش دیگه گفتم که کار دا میریم و مایش میگه کار ما به خاطر همین تأخیر کردم گفتم در کار نیست همین رو میبرم میگه وقتی آوردمش میگه ای دور نظارت کن به بزرگی خدا می ابو عالی مصری میگه دیدم که لایخش بلند میشه همون مثال همون گوشت خودش گذاشته میشه این فقط همونجا کنترل نیسته مقصد میشه میگم من مشاهده کنم تو این کس یگان درجه و یگان مقامی داره مقصد بعد میگه جوابش دادم هفته دیگه میارم این کس هم دیگه سر نمیده این کس هم حتما مقصد در خانه مایده خدمت میکنه میگه هفته دیگه رفتم که در بازار نیست گردوانه رو پرسیدم که همینجا یک بچه داد قرآن میخوان همین ای کجا ببین گفتن که نمون در درون جنگل ای هیچ کس نداره همونجا بیماری سخت ای بعد میگه رفتم با پیشه رفتم میگه که در تک سرش یک خیشته میگه اما قرآنش میگه برشته و میگه بسیار در حالت نگوره همین خیلی میگه فیروز کم آقا میگه چشمش نکشون دیم با فیروز کم میگه که دیده کم سلام دادم سلام گردانیدم گفتم من اون نفری کارفرمای مفتی امروز آمد که ما مقصد شما از شما دعا بگیرم شما از کجا بیاوم این ادرس دادن در همین جا میگه گفت که
من دیگه چی ندارم، کار کردن در قوت ندارم. من خدا دانا است و من مقصد جون رو به الله میسپارم. لیکن یک خواهش دارم، همین قرآن قطعی همین چاله در دستی پدری من هارون الرشید نیست. وقتی میگن نام گفت پدر هارون الرشید، من همونجا شناختم که این بچه هارون الرشید است. من آوازه را شنیدم. بعد میگه آگاهی پیدا کن. بعد میگه در همونجا همین نصیحت میکرد که هیچ وقت همین مال دنیا فریفتت نکنه و همیشه مقصد دنبال دنیا نده. همین نصیحت کرد. میگه جونم به حق تسلیم کرد. میگه گوراندمش در همونجا کندم. میگه گوراندم. بعد میگه گرفتم و آمدم به عراق. میگه خیلی برای پدرش مثال ملاقات کردن دشوارتر بود. خلاص روزی میگه شید که من روبرو شدم. ای به خاطر خویش تبار پیامبر بودم، بیز من گپ دارم. یا خویشای حضرت عباس بودم هارون الرشید، اما شوخش با همون میرفت. بعد میگه ایستادم. میگه همین قرآن که نشانش دادم هارون الرشید چی نکت. میگه که دید گفت قطعی بچه من بودی؟ بعد میگه گفتم بله قطعی بچه تو بودم. بعد میگه گفت که بگرد گفت چی رو میدونیم. اون میگه قفا در آمدیم. میگه خیلی گشت دایرهش در آمدیم، همون قصرش بگیم یا کاخش بگیم. میگه در آمد. میگه اومد در یک جای شیشتی ممتری و قرآن در پیش ماندو. میگه انگشتری را ماندو. بعد میگه گو گپ زن در جای احمد. بعد میگه گفتم که مقصد خیلی من هم خیلی کار فرموندم. من نمیفهمیدم فرزند شما لیکن با چشم همی آدم اما بزرگیش دیده گرفت. برای همین چیزا رو من در حالت همین خیلی حالت من داد که بعد پدر رو تسلیم کرد. بعد گفت که خودت شوشتیش بگم. گفتم خودم شوشتمش. خود گروندیش بگم. گفتم خودم گروندمش. بعد میگه هارون الرشید گریان شده بود. دستا تمره بود. دستا میگه گرفت. میگه در بالای دیلش گذاشت. گو همو گرمی فرزند من احساس میکنم. یا بولا میگه گریه کرد. میگه بعد از اون میگه انگشتری را مادرش داد خربان خیلی گرفته. میگه آمدیم یک روزی مخصوص. بعد میگه سر تربت شد. سر تربت شدن میگه دیگه خیلی میگه هارون الرشید گریه کردم که مثلا ما در راستی تو تماما گمانمون دیگه بود، فکرمون دیگه بود. لیکن خداوند من مقصد خیلی فرزند داده. الله را زارا میکنم که مرا شفاعت همین مقصد حتی در روز قیامت مرا از زمره همین شفاعت همین در باشم بوده. بین اگر در قصه ها میخوانیم یک فرزندوی مقصد بودن یا فرزندوی بودن که ایو را فقط در همین قصه میخوانیم، در حیات همونو میخوانیم. دیگه همین فرزندو من گمانم همین که دیگه همین چیزها که همین تقوا که رفته است، لقما که دیگر شبه امید شدگیه، توفیق ها که ضعیف شدگیه، بسیاری چیزا دیگر نیست از این